ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони гиромӣ, ин лаҳзаҳо мо якҷоя бо шумо дар мавриди аҳкоми ақиқа суҳбат хоҳем кард. ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо яке аз толибилмони яке аз донишкадаҳои араб абу абдуллоҳ қарор доранд ва мо баъзе солҳо омода кардем дар мавриди ақиқа ва чӣ гуна гузарондани ақиқа ва иншааллоҳ ки бо шумо пас аз чанд сонияи дигар суҳбат хоҳем кард. ва беҳтарин неъмати Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло ин фарзанд аст. ва вақте ки фарзанд ба дунё меояд, ҳамагон суоли аввал мекунанд ки чӣ гуна бояд ақиқа кунем ва аз бисёри мардум ба баъзе хатогиҳо роҳ медиҳанд. ва имрӯз иншааллоҳ ки мо якҷоя бо шумо ба суолҳое ки шумо доштед ба он рӯшанӣ меандозем ва мувофиқи суннат чӣ гуна бояд ақиқаро анҷом дод, ба ин суолҳо иншааллоҳ ки ҷавоб хоҳем гуфт. ва шумо метавонед агар суол дошта бошед, марҳамат суолҳои худро дар чати мо навишта кунед. ва айни ҳол ман пайваст мекунам абу абдуллоҳро ба эфири мустақим. алло, ассалому алайкум. хуб, агар шумо садои шунавандаҳои азиз, агар шумо садои моро мешнавед ва садо ки хуб меомада бошад, дар чати мо навишта кунед, то ки мо бифаҳмем ки садо меояд, садои бародарро низ мешнавед. бале, хуб, хуш омадед абу абдуллоҳ, хуш омадед ба эфири мустақими мо. ва чуноне ки мо гуфтем, имрӯз дар мавриди аҳкоми ақиқа бо шумо суҳбат хоҳем кард ва тамошобинони зиёди мо суол карданд аз мо ва суолҳо хеле зиёд ҳам ҳаст ва мо кӯшиш мекунем дар давоми як соат ба ҳама он суолҳое ки тамошобинон доданд ба он посух гӯем. хуш омадед бори дигар. بسیار خوب، بسیار عنوانی زیبا رو برای بینندگان خود انتخاب نمودید. و بیایید سرآغاز کمی معلومات میگفتید در مورد عقیقه. خود عقیقه چی است و برای چی عقیقه میکنند و از کجا ان همین عقیقه پیدا شده است؟ کمی معلومات درباره همین میگفتید. تشکر. انشاءالله برای شما نیز تشکر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز و بینندگان و شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این کانال ما. به هر یکی ما و شما از عنوان و موضوعی گذاشته شده در بخش مستقل معلوم است. تا امشب مختصرا درباره احکام عقیقه گفتگو میکنیم و از شما خواهش داریم که این لحظه ها را غنیمت شمارید و از تعلیمات دین خود باخبر باشید، خصوصا همان شخصانی که فرزند دارند یا نو خانه‌دار شده اند. باید از این احکام عقیقه و دیگر احکام دین آگاهی پیدا کنند، سپس به آن عمل کنند تا سعادت دنیا و آخرت را به دست آورند. برادران و خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله تعالی به کسی خیر را بخواهد، تعلیم گرفتن دین را به او نصیب می‌گرداند و تعلیم گرفتن دین را به او آسان می‌گرداند. سپس او را عالم و فقیه و دعوتگر قاری قرآن می‌گرداند. آیا کسی هست که این خیر الهی را نخواهد؟ البته همه ما و شما این خیر الهی را می‌خواهیم.
برای همین باید هر یکی ما و شما نیت خود را خالص گرداند و در طلب علم و در راه عبادت تنها همه عملها را تنها به خاطر الله تعالی انجام دهد و رضایت آفریدگارش را به دست آورد. برادران و خواهران گرامی، فرزند این یک نعمت بزرگ است و زینت دنیا است برای پدر و مادرش، و نیز در مقابل این فرزند همچون امانت است. باید پدر و مادر این امانتی الله داده را رعایت نمایند و احکامی را که الله و رسولش در حق فرزندان امر کرده اند باید پدر و مادر موافق تواناییشان به آن عمل کنند و سرکشی و بخیلی نکنند و این نعمت الله داده را شکرش را با طاعت و عبادت به جا آورند و وظیفه پدر و مادری را نسبت فرزندان ادا نمایند. و یکی از احکامی که الله و رسولش پدر و مادر را نسبت فرزندان نو به دنیا آمده امر کرده است، این عقیقه کردن در حق آنها می باشد و حکم عقیقه کردن را بعضی عالم ها سنت مؤکده گفتند و بعضی دیگر آن را واجب گفتند و کسانی که واجب گفتند دلیلشان بسیار بوده و پرقوت می باشد. از جمله آن حدیث های زیرین می باشد: عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته فأحرقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث می‌فرماید هر پسری نوزاد در گروی عقیقه می باشد، پس به خاطر کودک نوزاد خون چاروا را بریزانید، یعنی چاروا را ذبح کنید و اذیت را از او دور سازید، یعنی مویش را گیرید و بتراشید تا اذیت از سر او دور شود. و این چنین در حدیث عایشه امر به عقیقه کردن آمده است. ان عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها قالت: امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجاريه شاه. از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کرد تا از یک پسر بچه 2 گوسفند را ذبح کنیم و از دختر 1 گوسفند را. این 2 حدیثی که ذکر شد هر دوش هم حدیث صحیح می باشد. تشکر زیاد. و این کوتاه بود در مورد عقیقه و سنت بودن عقیقه. و اینجا باید شروع کنیم اگر شما راضی باشد با چند سوالی که از تماشابینان ما آمده رسیده است و سوال میکنند. سوال اول چنین است که در چندم روز تولد کودک عقیقه میکنند؟ بسیار سوالی خوب و بسیار مردم همین سوال رو میپرسند که در چندم روزی تولد شوی کودک باید ما عقیقه انجام دهیم در حق فرزندی نوزاد ما. جواب بر این سوال موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در 7 روزگی کودک عقیقه میکنند. وقتی که کودک نوزاد به 7 روزه میرسد عقیقه انجام داده می شود و در 7 روزگی کودک عقیقه کردن یعنی گوسفند را ذبح کردن این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میفرماید: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر پسر نوزاد در گروی عقیقه می باشد که در روز 7 تولد او ذبح می‌گردد و در آن روز نامگذاری می شود و موی سرش را نیز می‌تراشند. این حدیث را ابن ماجه زیر رقمی 2580 روایت کرده و این حدیث صحیح است. در مورد موی سر تراشیدن در این مورد نیز بسیار سوال ها می شود. میگویند که موی سر کودک را بعد از تولد شدن می تراشند و به مقدار همان موی سر طلا را صدقه می کنند و تا چه اندازه همین درست است و چی دلیل ها دارد؟ بسیار خوب. و این چنین بعد در روز 7 روزگی تقریبا 5 عمل رو اجرا کرده می شود. از جمله این عمل ها یکمش ختنه کرده می شود، دومش مویش را تراشیده می شود، سومش نامگذاری کرده می شود، چهارمش عقیقه کرده می شود. و از جمله نیز مقدار مویی که از سر فرزند
تراشته می شود همون مقدار را به ترازو برکشیده موافقی وزن همون موی نقره صدقه کرده می شود. چگونه ای که در حدیث فاطمه رضی الله عنها ثابت شده است. فاطمه رضی الله عنها وقتی که حضرت حسن را به دنیا آورد و تولد کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه رضی الله عنه امر کرده، گفت احلقی رأسها، یعنی موی سرش را بتراش و مویش را بگیر، و تصدقی بزینت عرشه بزینت شعره فضة، یعنی به مقدار همون وزنی که مویش برآمد به مقدار همون نقره را صدقه کن. و فاطمه رضی الله عنها وقتی که موی حسن رضی الله عنه را برکشید گفت که تقریبا كانت وزن شعره درهما او بعض درهم، یعنی وزن موی حسن رضی الله عنه تقریبا 1 درهم بود یا نصف درهم بود. 1 درهم یا 1 نصف درهم را کمتر شهر دادن برای مردم. درهم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون پول به حساب می رفت. درهم از نقره ساخته می شود و درهم پولی نقرگی را می گویند و دینار پولی طلایی را می گویند. و 1 درهم چقدر که در این حدیث وارد شد ذکر شد 1 درهم یا نصف درهم گفت. 1 درهم تقریبا 3 گرم نقره می باشد و 1 گرم نقره در این روزها نرخش 6 سوم یا که 7 سوم می باشد. و اگر به این حدیث نگاه کنیم، فاطمه رضی الله عنها در مقابل موی حسن رضی الله عنه تقریبا 20 سوم یا کمتر از 20 سوم زیادتر صدقه کرده در برای مسکین ها، برای کمبغلان و کم بضاعتان. و در آخر حدیث گفت او نصف درهمین یا نصف درهم بود. نصف درهم باشد تقریبا 14 سوم به پول حاضر زمان ما صدقه کرده است. امروز وقتی که خواهیم که همین حدیث رو تطبیق کنیم، هر یک فرزندی که به دنیا می آید مویش رو وقتی که بر میکشیم، اگر که برکشته نتوانیم تخمینا و تقریبا همین از 20 سومون آغاز نموده و شروع نموده تا 50 سومون یا 40 سومون در راه الله به کم بضاعتان و به کم بغلان صدقه میکنیم. ابو عبدالله ببخشید، یعنی که تیلا نیو بلکی نقره را میتوانیم صدقه کنیم، یعنی تیلا بودنش این درست نیست؟ بله در حدیث ضعیف کلمه تیلا ذکر شده است، لیکن بسیاری علما و حدیث را ضعیف گفتند. راوی و حدیث عبدالله بن عباس می باشد. 10 چیز را در حدیث ذکر کرده است لیکن حدیث ضعیف است. حدیث درست، حدیثی که در حاضر به گوش شما رساندم، این حدیث در صحیح جامع است و این حدیث صحیح می باشد. علما این حدیث را صحیح گفتند و در همین حدیث کلمه نقره ذکر شده است. اما در هر حدیثی که درباره برکشیدن مقدار موی نوزاد کلمه تلا ذکر می شود و حدیث همش ضعیف است. یگانه حدیثی که ثابت شده است از علی و از فاطمه همین حدیثی که کلمه نقره را دارد همین است. برای صدقه کردن این مقصد از صدقه کردن خود نقره رو صدقه کردن لازم نیست. در بعضی جایها نقره رو صرف هم نمیرن، درباره نقره معلومات بسیار ندارن، درباره نرخ و نوع نقره، درباره این چیزا از سویتی معلومات بسیار ندارن. برای آنها میگوییم که راه آسانش برای همین کودکایی که نو به دنیا می آید، برای پدر و مادرشون خطاب کرده میگوییم وقتی که کودکی نو آمد موی آن را در روزی هفتمش میتراشید، میگیرید و هم مقدار موی را اگر ترازو داشته باشید بر میکشید، ترازو نداشته باشید خودتون را عذاب ندهید. به مقدار همون تقریبا از 20 سومون آغاز کرده تا 30 40 50 سومون صدقه کنید، ان شاء الله به همین حدیث عمل کردگی میشوید. بله خیلی خوب. اینجا سوال دادند از نوروز جان مدلیف. السلام علیکم. و اساس 2 گوسفند یا اینکه یک تا هم میشود سوال دادند؟ بسیار خوب. همین در بسیاری مردم همین سوال ها را پیشکش میکنم. در 2 حدیث، در حدیث ابی رافع این چنین در وقتی که حضرت یعنی حسن و حسین به دنیا آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم چون که بابای آنها حساب می شود، پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون حدیث ذکر کرد که راوی حدیث میگوید عق رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الحسن والحسین
کپشن. یعنی در این روایت حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله از نام حسن و حسین دو تا گوسفند کشته چون که آنها پسر بچه هستند. و در دیگر حدیث کرز میگوید که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن العقیقة قال عن الغلام شاتان و عن الجاریة شاتون. در این حدیث کرزین با میگوید که از یک غلام، یعنی غلام به معنای اینجا پسر بچه، از نام پسر بچه 2 گوسفند کشته می شود و از نام دختر بچه 1 گوسفند. لیکن در حدیث سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم از حسن 1 تا گوسفند کشته اند. این یکی از مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش است که چون که الله سبحانه و تعالی پیامبر را همچون رحمت برای عالمیان و جهانیان فرستاده بود. پیامبر بعضی چیزها رو انتخاب میکرد که خودش میتوانست همون رو عملی کند، لیکن برای دلسوزی برای امتش بعضی چیزها رو سبک میگرداند که بعد وفات او مردم و امتش عذاب نکشند. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم کمبغل رو و بوی رو همه طبقه مردم رو در نظر میگرفت تا که عذاب نکشند. برای همین یعنی که میتوانند که اگر حتی پسر هم تولد شود 1 گوسفند رو ذبح کنند. درست فهمیدم؟ بله. از همین حدیث سوم فهمیده میشد که علما گفتند کسی که توانایی 2 تا گوسفند رو در حق پسر بچه ذبح کردن نتواند، میتواند که 1 تا گوسفند رو ذبح کند. این اصل سنت پیامبر رو تطبیق کردگی است. لیکن کسی که توانایی بسیار دارد و قدرت 2 تا ذبح کردن رو دارد، این سنت پیامبر رو پره و کاملا عملی نموده است. یعنی فرق بین سنت اصلی و سنت کاملا همین که کسی که 1 گوسفند رو از نام پسر بچه ذبح کند، این به سنت پیامبر عمل کرده است. اما کسی که 2 گوسفند رو از نام پسر بچه میکشد، این هم به سنت عمل کرده است و هم سنت پیامبر رو با نیز کامل کرده است. از همین خلاصه حدیث همین که کسی که 1 تا گوسفند رو از نام فرزند پسرش میکشد، ان شاء الله به سنت عمل کرده است و درست میشود، یگان باقی ندارد، جایز است. تشکر زیاد. الله از شما راضی باشد. ابو عبدالله بهترین روشنی انداختید و به طرز خیلی خوب و عادی و ساده به مردم ما، به تماشابینان ما شما این خب خلاصتان را گفتید و واقعا سنت را. و اینجا باز یک سوال دیگر آمده است، بسیار سوال عجیب آمده است. شخصی کلانسال تقریبا از 60 ساله زیاد عمر دارد، گفتند که در وقت تولد پدرشان چاروا را ذبح نکردند، می توانند که حالا این عمل را خودشان اجرا کنند؟ یعنی قبول می شود این گونه عقیقه برای خودشان؟ بله، بسیار خوب برادر عزیز. این سوال در همین سوال موافق همین سوال در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم و از حیات خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. پیامبر نیز در حدیث صحیح انس بن مالک میگوید عق النبی صلی الله علیه و سلم عن نفسه حینما بعدما بعث نبیا. انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که چون که انس در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال خدمتگاری کرده است و بسیار راه و روش پیامبر رو، آداب و اخلاق پیامبر رو، همه اش رو تعلیم گرفته است. در همین حدیث میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید از نام خودش بعدی که پیامبر شد عقیقه کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد 40 ساله که شد و گذشت، در همین از 40 سالگی بالا عقیقه کرده است از نام خودش. این برای همون شخصان دلیل است که پدراشون شاید از روی نافهمی یا از روی دور بودن از دین در حق فرزنداشون در خودسالیاشون عقیقه کردگی نیستند، اما پدراشون از دنیا رفتند. اکنون فرزندها به سن 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله رسیدند. این سوال رو میدن که آیا در حق خودم از نام خودم عقیقه کرده میتونم؟ ما میگوییم که بله، عقیقه کرده میتونی و این بسیار کاری خوب است. نیز عقیقه در نزد الله قبول میشود و نیز همین بار رو و مشقت رو از نام پدرت اگر چی وفات کرده باشد، همین از ذمه اش و از دوشش همین چیز رو میبرداری. چون که بسیاری علما میگن که عقیقه این یک عبادت مالی است، با پول میخرید، با پول مال خریده ذبح کرده میشود. هر یک عبادتی مالی با پول خریده میشدگی در ذمه آدم میماند، مادام که زنده است اجرا میکنند اگر توانایی داشته باشد. وقتی که توانایی داشته نباشد، فقیر و کم بغل و کم بضاعت، توانایی قربانی و توانایی عقیقه را ندارد،
انشالله از گردنش ساقط میشد. لیکن قدرت و توانایی داشته باشد و نکشد و از دنیا رود، خویش و تبارش از جمله فرزنداش برای آنها درست که و جایز است که از نام پدرشان از نام خودشان نیز عقیقه کنند. از این معلوم شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم مادامی که از خودش بعد پیامبر شدنش که عقیقه کرد، این چنین برای شخصانی که در سن کلانسال رسیدگی 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله نیز عقیقه کرده میتونند و این برای آنها بسیار ثواب است و در روز قیامت نیز فایده دارد. الله پاک است. یعنی که این سوالی که همه روزه و همگان رو به تشویش میانداخت و امروز با دلیلش، یعنی با اون حدیثی که برادر نوکک برای ما گفتند، ما دیگر به خود درک کردیم. یعنی که الحمدلله هرچند که اگر دوره های بود، یعنی ما دوره های سپری کردیم که اون زمان شاید که به مسجد رفتن مشکل بود، شاید که خب بعضی کارهایی که به شریعت اسلام لازم بود از آن دوری می جستند. اون دوره ها را تقریبا 25-30 سال پیش بسیاری ها از سر گذراندند. یعنی امروز باشد ما به اون سوال روشنی انداختیم، یعنی هر کسی که حتی 40 ساله است و 60 ساله است و 70 ساله است و شاید که پدر و باباهاشان در حق آنها عقیقه نکرده باشند، امروز دیگر روشن شد. شما الحمدلله می توانید عقیقه کنید و عقیقه شما و مثل که برادر گفتن سنت می شود و قبول می شود ان شاء الله. و بله، اگر اجازه دهید یک چیز دیگر را درباره همین ذکر کنم. و محمد ابن سیرین رحمه الله درباره همین ذبح کردن عقیقه از نام خودش اگر چه کلانسال باشد سخن دارد. میگوید که لو اعلم انه لم يعق عني لعققت عن نفسي. میگوید که اگر دانستم که از نام من عقیقه نکرده ام، حالا من عقیقه میکردم از خودم. این اثر عطا ابن رباح صحیح میباشه، این اثری صحیح میباشه، این سخنش. و نیز از حسن البصری رحمه الله ثابت شده است که میگوید اذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وان كنت رجلا. حسن بصری رحمه الله میگوید اگر از تو عقیقه نکردم پس از نام خودت عقیقه کن اگر تو مرد باشی. این اثر نیست حسن می باشد، یعنی صحیح می باشد. و اگر یک سوال دیگر ابو عبدالله می گفتید اگر عقیقه نکردند مبادای که یعنی که خودشان را مسلمان مؤمن می حسابند ولی عقیقه نکردند، حالت آنها چی می شود؟ حالت آنها در روز قیامت اینها گناهکار نیستند، لیکن اساسی عقیقه کردن این وظیفه پدر است. یعنی مادامی که پدر توانایی داشت و قدرت عقیقه کردن را داشت نکرد، او کوتاهی کرده است در حق فرزنداش. برای همین بعضی عالمایی که عقیقه را واجب میگویند پدر گناهکار شده است. از همین خاطر فرزندی که پدری خود را دوست می‌دارد از روی دوست داشتنش نباید که پدرش را در روز قیامت گناهکار در نزد الله تعالی نگه دارد. از همین خاطر از نام خودش ذبح کی کرد، عقیقه کی کرد، هم این گناهکاری را از دوشی و از گردن پدرش ساقط کرد و خود را نیز عقیقه کرد. این خوب است. یعنی ما با امید هستیم، یعنی که کل مسلمانان مؤمنان با امید هستند که اجر برای این کردارشان، برای این عملشان میگیرند انشاءالله. و خب سوال دیگر اینجا آمده است و این سوال رو چند کس پیشتر نیز من گرفته بودم از تماشابینانمان و اون رو من اینها به شما میخونم. خب سوال دادند: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرزندی که تولد نشده در بطن مادر میمیرد یا اینکه فرزندی که بعد از تولد شدن میمیرد، عقیقه کردن ضرور است یا نه؟ بله، بسیار سوال خوب برادر گرامی. این سوال در همین سوال علم ها اختلافی نظر دارند، چون که فرزند در همین حالت به 3 قسم تقسیم می شود. قسم آنها پیش از 4 ماهگی، یعنی 4 ماه قمری مهتابی گوییم 120 روز نرسیده از دنیا میگذارند در شکم مادرشان. یعنی اینها حکم انسان رو نمیگیرند. هر کودکی که در شکم مادرش به سن 4 ماهگی رسیده نگذشته است، این را در نزد شریعت انسان و همچون آدم حسابیده نمیشه، چون که وی حالا گوشتپاره است. یعنی شکل انسانی را در شکم مادرش همش را جنبش کرده نیست. چگونه که در حدیث عبدالله بن مسعود میاد، در همونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی طرز خلق شدن فرزند آدم رو خوشرو بیان کرده است.
و در همون حدیث ذکر میکند که در 120 روز 4 ماه گوییم، در 120 روز 4 ماه خلقت انسان و شکل انسان بودن پیدا میشه در شکم مادرش. پس این فهمیدیم که یکم قسمی فرزند وقتی که 4 ماه نشده در شکم مادرش از دنیا گذرد، در حق او بسیار چیزها کرده نمیشود. نماز خوانده نمیشود، او را به کفن انداخته نمیشود، غسل دارانده نمیشود و به او نماز جنازه خوانده نمیشود و اینچنین در حق او عقیقه کرده نمیشود و نیز نامگذاری کرده نمیشود. یعنی که بعد از 4 ماه اگر تولد کی شد و وفات کرد، یا این که در 6 ماهگی در بطن مادرش وفات کرد، در این گونه حالت ها آنها عقیقه کردن برای آنها نیز واجب می شود. این قسم دومش همین که وقتی که 4 ماه شد و گذشت، 5 ماه شد، 6 ماه شد، 7 ماه شد، گذشت، این شکل این حکم آدمی را و حکم انسانی را اگرچه در شکم مادرش است گرفته است، وقتی که در همین حالت در 6 ماهگی، 5 ماهگی یا 4 ماه گذشته در شکم مادرش از دنیا گذرد، وفات کند، این حکم انسانی را، حکم آدمی را گرفته غسل دارانده می شود، کفن کنانده می شود، نماز جنازه خوانده می شود، نامگذاری کرده می شود، عقیقه کرده می شود. لیکن عقیقه کردن در این حالت واجب نیست، چون که علم ها عقیقه را در کودک زنده عقیقه را واجب گفتند، لیکن در این حالت علم ها اجازه دادند و گفتند که جایز است که در همین حالت پدرش از نام کودک وفات کرده در شکم مادرش عقیقه کند، ان شاء الله ثواب میگیرد. یکی از فایده های همین عقیقه کردن کودکانی که در شکم مادرش بعد 4 ماه گذشته وفات میکنند، این بسیار فایده بسیار دارد. احمد بن حنبل رحمه الله میگوید که در شرح حدیث کل غلام مرتهن بعقیقتی، یعنی هر پسر بچه بگروی عقیقه اش است، یعنی معنی بگروی عقیقه اش است که یعنی به عقیقه وابستگی دارد، به همون عقیقه بسته شده است. وقتی که عقیقه انجام دهد در حق فرزندش، وقتی که در حق فرزندش عقیقه انجام داده، اون فرزندش به سن بلاغت نرسیده از دنیا گذرد، ان شاء الله در روز قیامت در حق پدر و مادرش شفاعت میکند و معنای شفاعت این که دعا میکند و میانه روی کرده در روز قیامت از الله طلب میکند که پدر و مادر من رو با همراهی خودم داخل جنت گردان، زیرا فرزندای مسلمان ها همه‌اش پیش از بلاغت نرسیده از دنیا گذرند، همشون اهل جنت هستند، یگان گناهی ندارند چون که به بلاغت نرسیدند و نیست در روز قیامت در پیش الله آمده از الله طلب میکند که پدر و مادر من در حق آنها شفاعت میکنم و آنها را همراه من داخل جنت میکنه. این احمد حنبل این سخن را میگه. این یکی از فایده‌ای همین است که فرزندی که به بلاغت نرسیده یا که در شکم مادرش که وفات میکند، پدرش از نام او عقیقه کند، فایده در حق او برمیگردد، در حق خود پدر و مادر. و قسم سومش این است که فرزند به دنیا آید بعد 1 روز یا 2 روز یا پیش از 7 روزگیش یا بعد 7 روزگی، بعد پیش از 7 روزگیش که وفات کرد، این چنین در این حالت عقیقه کردن درست است و جایز است. لیکن بعد 7 روزگی، 8 روزگی، 10 روزگی، 12 روزگی وفات کند، لیکن در این حالت این عقیقه کردن در روز هفتم سنت است، فقط در روز هفتم یا که 14 یا که 21 عقیقه کردن سنت است. در این حالت هم اگر یک بار روشنی می انداختیم، اگر که در روز هفتم فرصت پیدا نکردن برای عقیقه کردن و برای ذبح چاروا، یگان روز دیگر نیز هست؟ بله، این یک سوالی با الهیده. اینم در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون حدیث میگه که کسی که در 7 روزگی عقیقه کردن نتواند در 14 روزگی برمیگردد، یعنی با در بولی 7 روز دیگر جمع میکنند. وقتی که در 14 روزگی قدرت توانایی عقیقه کردن را ندارد و نداشت، در روز 21 روزگی برمیگردد. اگر در روز 21 روزگی هم نتوانست، تا کدام وقتی که قدرت و توانایی این رو پیدا کند بعد عقیقه میکند. یک چیز دیگر سنت را میگفتید، سنت کدام روز است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم کی میکردند این کارو؟ در بسیاری حدیث ها سنت در روز 7 روزگی ثابت شده است. در بسیاری حدیث ها در یک حدیث 14 روزگی، 21 روزگی نیز ذکر شده است، اما در بسیاری حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان در 7 روزگی کودک نوزاد از نامش عقیقه میکردند و نامگذاری میکردند و موی اون رو میتراشتند. الله شما راضی باشد. چگونه 7 روزه رو حساب میکنیم؟ بعضی مردم در همین چیز خطا میکنن. آیا 7م روز تولد رو حساب میکنیم یا که
یا روز تولد رو حساب نمیکنیم. در این نیز علما اختلاف کرده است. مثال با بسیار قاعده خوب برای همین فرزنددارا و فرزندایی که به دنیا نمیآید قاعده خوب همین است که بعضی علما میگوید اگر کودک روز دوشنبه تولد شود، روز یکشنبه روز عقیقه کردن میشد، روز مویگیری میشد، روز نامگذاری. اگر کودک روز سه شنبه تولد شود، روز دوشنبه یعنی یک روز پیشتر عقیقه کرده میشد. یعنی از روز دوشنبه تا این دوشنبه نه، بلکه روز دوشنبه تولد شود این روز یکشنبه عقیقه میکنیم و نامگذاری میکنیم. یعنی که 7 روز نیو 6 روز میشود یا چگونه حساب میکنیم از روزی 7 روز میشود. در حدیث گفته است که یعنی کل غلام مرتهن بعقیقه تذبح عنه یوم سابع، روزی 7 روزگیش به عقیقه میکنند. از این فهمیده میشد که روزی 7 روزگیش به عقیقه کند روزی تولد کردن داخل میشود. برای مثال گوییم همین ساعتی 6 پگروز به کودک به دنیا آمد، روزی مثال همین روز گوییم که روزی یکشنبه، یا روزی یکشنبه حساب میشود. رو میاریم دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه عقیقه میکنیم، نامگذاری میکنیم و مویش رو میگیریم و ختم میکنیم یک روز پیشتر. اما روز دوشنبه از این یکشنبه تا این یکشنبه پایده استیم و 8 روز حساب میشود، 7 روز نه. بله درست قید کردید. الله شما راضی باشد. بسیار بسیار روشنی خوب و عادی هم بود. تماشابینان گرامی، شما ما را مستقیما تماشا میکنید این لحظه در شبکه قرآن دستور عملی انسان و همچنین در شبکه زمان دانستن نیز شما ما را مستقیما تماشا میکنید و در اسکایپ با ما شیخ ابو عبدالله، یکی از طالب علمی یکی از دانشکده های دولت های عرب به سوال های ما جواب میگویند. و بیایید یک سال دیگر در مورد اذان گفتن و قامت گفتن به گوش کودک. اینجا سوال ها هست که به گوش راست کودک اذان میگویند بعد از تولد شدن و به گوش چپش قامت میگویند، یعنی که این یک عنعنه بین مردم است. آیا دلیل دارد و تا چه اندازه این عمل راست و درست است؟ بسیار خوب برادر گرامی. لیکن درباره اذان پیش از این مسئله بگذارم، همه حدیث هایی که درباره اذان گفتن در گوش کودک یا که اقامه گفتن در گوش چپ کودک آمده است، همه اش ضعیف می باشد. یگان حدیث درباره اذان گفتن و اقامه گفتن ثابت شدگی نیست از پیامبر صلی الله علیه و آله. همه حدیث ها ضعیف، اما اقامه گفتنش موضوع است، از ضعیف هم پایان تر است. از همین خاطر بعضی از علم ها راه های حدیث های اذان گفتن رو جمع کرده. در علم حدیث همین چیز است که بعضی حدیث ها ضعیف می شود، لیکن یک حدیث دیگر رو به این حدیث جمع کرده، دیگر حدیث رو با آن جمع کرده، سنداش رو جمع کرده حسن لغیره می گویند. لیکن یک حدیثی حسنی که به دلیل کرده می شود. از این جمله امام نووی رحمه الله و ابن ملقین و بعضی دیگر از محدث ها همین حدیث رو با جمع کردن راهش حسن گفته است. وقتی که حسن گفتگی هستند به این حدیث ها عمل کرده می شود در همین حالت ها. لیکن فقط در حدیث های اذان رو حسن گفتند، اما باقی ماندم علما هم اشون ضعیف گفتند. از جمله امام بخاری رحمه الله، دارقطنی گفتند که این حدیثی که در بابت اذان اومده است حدیث منکر، یعنی درجه پسترین ضعیف با. یعنی که از این برمی آید که اذان گفتن به گوش کودک این سنت نیست و ضرورت ندارد، یا اینکه ما چگونه به تماشابینان فهمانیم؟ کسی که اذان رو به گوش راست کودک میگوید اما اقامه گفتنش درست نیست. حدیث های اقامه همه اش از درجه ضعیف پایان است. حدیث های عموما ثابت نشده است، اما حدیث های اذان گفتگی بعضی عالمان چگونه که کمتر پیش گفتیم راهش رو جمع کرده گفتند که به درجه حسن رسیده است، یعنی به درجه رسیده است که به همین حدیث عمل کرده می شود. وقتی که عمل کرده می شود گفتگی در همین حالت ها کسی که کدام پدر وقتی که کودک نو به دنیا می آید وقتی اذان گفتن در همه وقت شروع می شود که وقتی که کودک را از دست مادر می گیرند یگان سخن نگفته باز یک طرف برده به گوش راستش با آوازی مناسب بلند نه، چون که کودک نوزاد گوشش حالی به جای خودش خوب ایستاده نیست، برای با آوازی مناسب با آوازی فورا پست بلند نه به گوشش همین اذان رو میگوید. اما کسی که همین عمل رو دید نباید انکار کند، اما کسی که نکرد نباید به او گفته شود که تو این کار رو اجرا کن، این سنت پیامبر. یعنی خلاصه همین که کسی که میکند
انشالله ثواب میگیرد موافق نیتش. اما کسی که نمیکند به او گفته نمیشد که این به سنت پیامبر عمل کن، چون که این سنت پیامبر نیست. بعضی علمایی که حدیث رو جمع کردن سنت گفتن، بعضی حدیث علمایی که حدیث رو ضعیف گفتن، همه اش رو و یا این عمل رو سنت نمیدونن، میگویند که به جای از اون گفتن چگونه که در حدیث عایشه رضی الله عنها ثابت شده است، در نزد پیامبر صحابگان کودکان نوزاد خود رو می آوردن و پیامبر به دهان آنها تحریک میکرد. این حال یک مسئله تحریک رو شاید توجیه ما اولین بار شنوم. تحریک میکرد. تحریک معناش همین روشنی میانداختید چی است این؟ معنای تحریک همین است که به جای از آن ثابت شده است، به جای از آن تحریک و نیز دعا کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. معنای تحریک همین که تحریک گفته زبانی حنا گفته به زبان عربی کام رو میگن، کامی کودک یا کامی کلانسان چیزی که نمیشه همش رو تحریک میگن، حنک میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که کودکای صحابه ها نوزاد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورد، از جمله ام سلیم مادر انس ابن مالک وقتی که تولد کرد گفت که، یعنی انس ابن مالک میگوید که کریهت ان تحنکه حتی یحنک رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی من انس از نام مادرش نقل کرده میگوید که نزد پیامبر بکی من این کودک نوزاد رو به نزد تو آوردم، مادرم نخواست که پیش از تو به دهان این کودک تحنیک کند، تو تحنیک کنی. تحنیک معناش اینه که یک خرما رو، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به انس گفت هل معک شیء؟ انس ابن مالک گفت همراه تو یگون چیز داری؟ پیامبر گفت، انس ابن مالک گفت همراه من یک خرمای عجوه است، یک خرمای این مدینه. بعد همون خرما رو گرفت و پیامبر به دهان خود گذاشت و همون رو معده کرد با دندانش و ملایم کرد به مانند مادرایی که چخیل کودکاشون با نون معده یا که نون رو وزده کرده یا نون رو ملایم کرده میدیان، همین چنین پیامبر این خرما رو به دهان مبارک خود انداخته، معده کرد، ملایم کرد. سپس به طریقه انداختنش همین که با یک انگشت راستش گرفته به دهان کودک میگذارد و با همون انگشتش درنی دهان کام کودک رو میمالد، به مانند کریم بوی میمالد و این کودک اولین چیزی که به دهانش و به معده اش میدرد این چیز یک شیرینی است. این چیز شیرینی در اولی در آمدن کودک نوزاد بسیار فایده طبی دارد. این دکترها اثبات کردند، طبیب‌ها. بعد بعضی علما گفته هستند که این از خصوصیت‌های پیامبر است، لیکن قول درست، فتوای درست است که پدری صالح نیکوکار، مادری صالح نیکوکار یا یگان شخصی با تقوا پرهیزگار این عمل را در حق کودکای نوزاد انجام داده می شود، به شرطی که در عوضش یگان سامان پول نگیرند، این خالص به خاطر الله باشد، اما این را همچون از سوی استفاده تجارت نگیرند. امروز همین خیلی انسان ها بسیار شدگی. برای همین سنت پیامبر گفته همین تحریک را اجرا کنند. اگر کسی در خانهش خرما نداشته باشد میتواند به یگان چیز شیرینی به مانند حلوا یا عسل طبیعی گرفته کمتر به دهانش گذاشته، ملایم کرده، بعد به انگشت راستش گرفته در داخل دهان کودک نوزاد انداخته، کمتر میتابد، ملایم میکنه تا که همون کودک همون آب دهان همین آمیخته شده رو فرو برد و به اولین چیزی که به معده اش داخل میشد این چیز شیرینی است. خیلی که دکترها میگن از باب فایده کمتر دکتری هم داریم، دکترها میگن که در شرح همین حدیث در همین بعد 1400 سال این علم اثبات کرد که حدیث پیامبر همین خیلی چیز شیرینی رو اولین بار در دهان کودک و در معده گذاشتن فایده چی داره؟ خیلی که میدونیم گلوکوز و شیرینی در کودک نو تولد شده بسیار درجه اش کم میباشد. بسیاری کودک‌ها از سبب همین چیزی گلوکوز کم بودنشون نشو و نمای خوب ندارن. از همین خاطر اثبات کردن طبیب‌ها که کسی که در اولی کودک نوزاد همین کار رو کند انشاءالله نشو و نماش بسیار تیز میشه. سخنرانیش، گپزنیش، رفتارش، کردارش، حرکتش همش از همین یک سنت، از همین یک خوردن و یک آب دهان رو با چی گرفتن با آمیخته چیزی شیرینی نشو و نماش خوب میشه. و چیزی دیگر در دوام حدیث گفت که عایشه و کان یبرک، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که کودکای صحابگان به نزد او آورده میشد بعد که تحنیک میکرد، بعد در حق آنها دعا میکرد، یعنی میگفت که مبارک علیک اللهم بارک لهم، یعنی الله برکت یاد به این کودکاتون و نیز به شما برکت یاد و در امرش و در رزقش، همین گونه دعاهای در حقشون میکرد. از همین جهت علما گفتن که به جای از آن گفتن همین کار رو اجرا کند این خوبتر و بهتر است، چون که پیامبر ابراهیم فرزند داشت، قاسم فرزند داشت
و عبدالله دیگر فرزند داشت. یگان در حدیث ثابت نشده است که وقتی که ابراهیم به دنیا آمده باشد پیامبر به گوشش از اون گفته باشد. ثابت نشده است. بله بله، خب دیگر فهما شد، دیگر روشن شد. اینجا سوال دادند یکی از تماشابینان ما، نوروز جان مدلیف، پرسیدند که میگفتید اگر توانایی نداشته باشند برای ذبح کردن گوسفند در دختر، دیگر عمل را اجرا کنیم می شود به مثل آش تقسیم کردن به همسایه ها؟ بسیار سوال خوب. کسی که برای قربانی کردن توانایی ندارد و قدرت عقیقه را ندارد، او به جای این اگر مردم را به خانهش دعوت کرده آش دهد، لیکن از روی صدقه حساب می شود، لیکن به جای عقیقه حساب نمی شود. انشاءالله اون برادر موافق نیتش ثواب میگیرد، موافق نیتی طعام دادنش به مردم ثواب میگیرد، لیکن جای عقیقه رو گرفته نمیتواند، چون که هر یک عبادت در اسلام جای خاص خودش رو دارد. در جای وی دیگر عبادت رو بر بالاش عمل کنیم، ثواب و ثمری و درجه و منزلت اون رو گرفته نمیتواند. اگر به جای این درست میشد، پیامبر برای ما راهنمایی میکرد که کسی که نمیتواند فلان کار رو کنه، چون که در قربانی همین خیلی اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق امتش میدونست که بعضی از امتش کم بغل است و کم بضاعت است و توانایی قربانی رو ندارد، از نام آنها نیز پیامبر ذبح کرده است. در حدیث اومده است که ضحى رسول الله صلی الله علیه و سلم کبشین املحین اقرنین. انس بن مالک میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دو گوسفند قشقوری علای رنگ و سفید سیادار رو، قشقور رو و فربه رو ذبح کرد. یکیش رو از نام خودش و اهل و خانوادهش و دومش رو از نام امتانی که قدرت و توانایی قربانی رو ندارند از نام همونها ذبح کرد. دیده در این حدیث معلوم شد که پیامبر چیزی میشدگی رو ذبح کرده است، اما در حقیقت این چیز وارد نشده است. برای همین برای برادر میگوییم که انشالله وقتی که برای خویش و تبار یا همسایه ها یا کم بضاعتان و کم بغلان یگان طعامی را تقدیم میکنید، انشالله موافق نیتتون ثواب میگیرید، اما جای عقیقه رو گرفته نمیتواند. خب ابو عبدالله میگفتید اینجا باز سوالی دیگر آمده است، گوسفندی چند ساله برای عقیقه لازم است؟ یعنی چند ساله گوسفند را میتوانند که عقیقه کنند؟ یگان فرقی دارد؟ بسیار خوب برادر عزیز. درباره گوسفند عقیقه سال معین در حدیث ثابت نشده است، لیکن علم ها گفتند که حکم عقیقه و ذبح کردن عقیقه گوسفند عقیقه به مانند ذبح کردن قربانی می باشد. یعنی چگونه ای که اگر شاید بعضی انسان ها دانند یا بعضیشان ندانند، اگر کسی که برای در حق فرزند نوزادش شتر میکشته باشد، شتر باید که 5 ساله باشد و از 5 ساله گذشته باشد، و اگر گاو میکشته باشد 2 ساله باشد و از 2 ساله گذشته باشد، و اگر بوز میکشته باشد 1 ساله باشد و از 1 ساله بالا. اما گوسفند میکشته باشد، اهم کمترین عمر گوسفند 6 ماهه و از 6 ماهه بالا و 1 ساله. اما بعضیا شاید در تعجب بیایند که بوز کشته می شود. بله، در حقیقت بوز کشته می شود. شتر کشته می شود. بله، شتر کشته می شود. گاو نیز کشته می شود. لیکن سنت پیامبر برای امتش این گوسفند کشتن است، چی گوسفند نر باشد چی گوسفند ماده باشد. بسیاری مردم فکر میکنند که گوسفند ماده رو در قربانی و عقیقه کشتن درست نیست، بلکه این خطا است. بسیاری صحابه در وقت قربانی و عقیقه نیست گوسفند ماده رو ذبح میکردند. هر یک کس موافق قدرتش چین تواناییش گوسفند ماده است، مادام که سن سالی معتبری شرعی رسیده باشد، 6 ماه گذشته یا که 1 ساله، اجازه کشتن این و ذبح کردن در دین مشکلی نیست. یعنی دین کامل شده است و خیلی آسان شده است برای مردم. دین بسیار آسان است. بعضی مردم دین رو برای مردم دشوار میفهمند، لیکن دین وقتی که آدم تعلیم میگیرد، شریعت رو تعلیم میگیرد، میبیند که دین از تمام طرفش از سر تا بالا همه‌اش آسان است. لیکن برای کیها آسان است؟ برای همون شخصانی که همین دین رو تعلیم گرفتند و به مردم با روح آسانی با اسلوب زیبا میفهمونند. بعد مردم میفهمند که دین ما چقدر آسان بوده است. حتی در همین قربانی و در عقیقه بسیار چیزها رو برای امت و برای پیروانش با روح زیبا و با اسلوب زیبا فهمانده داده است. تشکر زیاد. و بیایید اکنون به تقسیمات گوسفند می‌بینیم. چگونه گوسفند را تقسیم میکنند، گوسفند عقیقه را؟ یعنی مقصد از سوال این است که یعنی چگونه گوشتی ذبح کردی عقیقه رو تقسیم میکنید؟ بله، گوشتی ذبح عقیقه برای عقیقه ذبح شده را چگونه تقسیم میکنند؟
چگونه که برای بسیار مردم شاید معلوم باشد، عقیقه تقسیم کردن عقیقه، یعنی تقسیم کردن گوشت عقیقه از تقسیم کردن گوشت قربانی فرق دارد. برای تقسیم کردن گوشت قربانی در بعضی اثرها و سخنهای صحابگان ثابت شده است، اما درباره تقسیم کردن گوشت عقیقه یگان حدیث و یگان اثر تقریبا والله اعلم ثابت نشده است. برای همین از همین جهت علما گفتند که چگونه ای که عطا ابن رباح میگوید، یعنی اصنع ما شئت، خیلی که انجام میدی با گوشتت انجام بده، چیکاری که میکنی بکن. یعنی معنای سخن همین است که وقتی که ذبح کردی عقیقه را 30 کیل کردی یا که 20 کیل یا که 40 کیل، چیکار که میکنی با همین گوشتت کن. لیکن بسیاری علما میگویند که برای که مردمی کم بزاعت کم بغل از این گوشتی و گوسفندی کشته شده استفاده برند و ثوابش در حق پدری کودک رسد، باید که بهتر است که کمی همین گوشت رو به خویش تبار، به همسایگان، به بیچارگان، کم بغلان، کم بزاعتان تقسیم کنند، صدقه دهد. اما برای بوی ها باشد صدقه داده نمیشود، لیکن هدیه داده میشود. یعنی برای کم بغل صدقه حساب میشود، برای بوی همچون هدیه حساب میشود. و نیز باقی مانده اش را برای خانه ذخیره میکند و نیز باقی مانده دیگرش را با خویش و تبارش، با اهل خانواده اش خورسندی میکنند، طعام میپزند، میخورند. یعنی که اجازت خوردن برای خودی صاحب خانه هم بوده است. بله این سوالی با الهیده است که بعضی مردم فکر میکنند که پدر یا مادر یا بابا یا خواهر یا خاله عمه خویش و تباری و خویشاوندان همین کودک نوزاد برای آنها درست نیست که از این عقیقه، از این گوشت از گوسفند ذبح شده تناول کنند و بخورند. این خطا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در حق حسن و حسین گوسفند کشت، یعنی یه کس فکر میکند که پیامبر از وی گوشت حلال و پاکیزه نمیخورد. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم از وی گوشت استفاده میبرد و میخورد، چون که در یگان حدیث ثابت نشده است که پیامبر یا صحابگان از گوشت عقیقه نخورده باشند. لیکن هر یک چیز در اصل خود باقی میماند مادامی که این حلال و پاکیزه است و یگان دلیل نه در قرآن و نه در سنت پیامبر و نه در سخنهای صحابگان مادامی که ثابت نشده است برای منع کردن گوشت عقیقه در حق خانواده، اصل همین است که همه اشرا، همه خویشاوندان و اهل خانواده همون کودک نوزاد به یگان شک و شبهه اون گوشت را تناول میکنند و حلال و پاکیزه است. و بعضی انسان ها میگویند که خوردنش مکروه، اما برای همون انسان ها میگوییم که برای مکروه گفتن یگان دلیل وجود ندارد، نه در قرآن و نه در سنت و نه در سخن صحابگان عموما وجود ندارد. از پیش خودشون یا از پیش هوا و هوس خود گفتند که خوردن مکروه است. عموما مکروه نیست، حلال و پاکیزه به ملال به یگان شک و شبهه تناول کنند. حلال و پاکیزه. الحمدلله و الله پاک است. سبحان الله. دیگر مردم سالهای زیاد، خودی من شاهد آن هستم که بسیار نفران گوشت عقیقه کرده خودشان را نمیخوردند و به دیگران تقسیم میکردند و میگفتند که خوردنش مکروه است. و امروز و این لحظه ما با این مشکلی، یعنی این یک مشکلی است، روشنی انداختیم و الله برای شما جزای خیر دهد، چون با دلیل ها برای ما اثبات کردید. و خب در مورد مای سرگیری و در مورد کال کردن کودک اینجا سوال آمده است. برای چی مای کودک نوزاد را کال میکنند و کی باید این کار را انجام دهند؟ و ما در آغاز برنامه با این جواب گفتیم، ولی باز از شما خواهش میکردم که کوتاه‌تر و روشن برای تماشابین ما روشنی میانداختید. تشکر. انشاءالله. بسیار سوال خوب. یعنی در اول موی کودک نوزاد را در روز 7 روزگی تراشته می شود، گرفته می شود. و سبب گرفتن موی کودک نوزاد چی است؟ یعنی این یک حکمت است. یعنی در شریعت ما بعضی حکمت ها را الله برای بندگانش آشکار و روشن می کند و بعضی حکمت ها را آشکار و روشن نمی کند تا بنده هایش را امتحان کند. آیا به این گفته الله اطاعت می کنند و از من کرده هاش خودشون را نگاه می دارند و پرهیز می کنند یا نه؟ این یک امتحان است. و این چیز یک حکمتی با خودش همین که این یک از چیزی عبادتی است. و سوم چیز همین که مقصد از این موی را گرفتن و موی را تراشتن، یعنی موی کودک نوزاد را، علما ها میگویند که چیزی که در حدیث ذکر کردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کل غلام مرتهن بعقیقته
فأحرقوا عنه الدم وأمیطوا عنه الأذى. یعنی هر یک کودک رو از نام او یک چاروا رو خونریزانیتون، یعنی ذبح کنیتون و اذیت رو از او دور سازیتون. معناش این که عالم ها میگویند که معنای کلمه اذیت رو از اون دور سازیتون این است که از سرش همون اذیت رو دور سازیتون، یعنی موی رو تراشیتون و گریتون. و سبب گرفتن موی و تراشیدن موی این است که چگونه که علم ها میگویند وقتی که کودک در شکم مادرش است و در شکم مادرش که است، وقتی که به دنیا می آید بعضی میکروب ها و بعضی چرکینی هایی که در وقت تولد شدن به موی کودک می چسبد و با همراهی موی کودک به بیرون می آید. از همین جهت این یکی معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که وقتی که هر یک پدر موی نوزاد خود رو میگیرد، همون میکروب ها رو و چرکینی ها رو و نیز موی بی قوت و ضعیف رو از سر کودکش دور میسازد. وقتی که دور ساز همون کودک نوزاد راحت میکند و سلامتیش خوب میشود و نشو و نمایش در آینده نیز خوب میشود. تشکر زیاد. این یعنی از حکمت های الله سبحانه و تعالی است و بیهوده هم نیست. و اینجا باز سوالی دیگر آمده است. خب برای عقیقه یعنی ذبح گوسفند به دیگر کس وکالت داده می شود؟ یعنی بله. یگان نفر، اگر خود شما نیز میدانید در دولت های اروپایی خیلی مشکل از ذبح کردن گوسفند چون اجازت ندارند و بسیاری ها از اروپا یا اینکه بعضی شهرهای روسیه ایستاده پدر مادر خود را یا برادر خود را وظیفه دار میکنند و میگویند که از نام من عقیقه کنید. و آیا این درست است و چی دلیل ها دارد؟ بسیار خوب برادر گرامی، جواب بر این سوال این است که کسی که در دولت‌های خارجه به مانند اروپا زندگی میکنند در آنجا ذبح کردن چاروا موافق شریعت اسلامی در بسیار جا ممنوع است، یعنی منع کرده شده است. از همین خاطر وقتی که هر یک برادری که و عائله‌ای که کودک نو به دنیا می آید می تواند که یک برادرش را و یا یک نفر را همچون وکیل قرار دهد، یعنی پولی همون عقیقه را به همون شخص به همون برادرش میفرستد و از نام این یک گوسفندی بی عیب و بی نقصان و فربه زیبا رو گرفته از نام همون برادر ذبح میکند و عقیقه رو اجرا میکند. و راه دومش این است که باید در اینجا قید کرد که همون شخصی که ذبح میکند، یعنی وکیل به حساب میرود یا که وظیفه دار کرده میشد از طرف برادرش برای عقیقه رو انجام دادن از نام او، باید شخصی مسلمان باشد. یعنی برای ذبح کردن شخصی مسلمان بودن ضرور است، چون که این عقیقه کردن عبادت است. باید عبادت رو اهل عبادت انجام دهد. از همین خاطر کسی که برای عقیقه کردن و برای قربانی کردن وکیل قرار میدهد و آن را وظیفه دار میکند برای ذبح کردن عقیقه و قربانی کردن، باید که شرط و شروط های ذبح کردن رو بداند و طرز کشتن رو بداند. ببخشید، یعنی طرز کشتن این یگان قاعده خود را دارد یا چگونه گوسفند را ذبح میکنند؟ بله، قاعده، یعنی هر یک حیوان چاروا رو برای کشتن در شریعت اسلام شرط و شروط وجود دارد که تا حیوان حلال گردد. یکی از جمله های شرط و شروطش این است که بسم الله گفتن و شرط دومش است که باید که همون گوسفند از تمام عیب های آشکار و روشن خالی باشد و سالم باشد، به مانند کور نباشد، پوچکش بریدگی نباشد، شل نباشد، دیوانه نباشد، سرچرخنگ نباشد. همین عیب هایی که کسی که بیند میگه این گوسفند عیب دار است، چاروای عیب دار است، باید که از این چیزها پرهیز کند و اینها در قربانی و عقیقه نیز درست نمیشود. باید که هر یک بنده که برای پروردگار خودش یک عبادت رو تقدیم میکند با تمام این خوبی ها یک مالی پیش خود را و یک مالی خوبی خود را فربی خود را برای الله تقدیم کند تا که الله از وی بنده اش این مال را قبول کند و او را از جمله پرهیزگاران گرداند. سوم چیزی که در این هست، باید که هر یک شخصی که همون عقیقه را انجام میدهد شرط و شروطی ذبح کردن را و راه و روشی ذبح کردن را داند تا که گوسفند برای او حلال شود. از جمله یک شرطش را ذکر میکنم و کفایه میکنیم، همین
در هر یک گوسفند نیز آدمیزاد دو رگ غوثی که حلقم رو احاطه کرده است، در گرد اطراف گردن دو رگ غوث است. همین رو در گوسفندها و گاوها همین رو بریدن و با کورد با تیزی بریدن هر دو اش رو ضرور است. وقتی که همین هر دو اش رو بریده که شد، انشالله گوسفند و گاو بوز دیگرش همش حلال میگردد. بله تشکر زیاد و بیایید یک سوال دیگر و جمع بحث میکنیم چون یک ساعت ما نیز به اتمام رسید و چون شنونده ما سوال دادند کمی از موضوع دور است، به هر حال میخوانم. السلام علیکم. اگر آدمی کلان نامش را عوض کند یگان عمل باید اجرا کند؟ یگان عمل لازم است برای اجرا کردن؟ یعنی کسی که سوال این برادر همین است که یعنی کسی که کلان سال نام خودش رو یعنی عوض کند، برای همین عوض کردنش یگان عمل کردنش در کار. بله سوال همین گونه است. شاید که نامش به خودش معقول نیست یا اینکه شاید که نامش نام اسلامی نیست و خواست آن نام خودش را به نام دیگری عوض کند. اگر سوالی برادر این باشد که اگر همون شخص نامش نام اسلامی نباشد یا نامش یگان معنای قبیح معنای بد داشته باشد، سنت است که و این نام رو عوض کنند. اما وقتی که نام رو عوض کرد و نام خوب گذاشت، در حق او هیچ چیز لازم نیست و کفاره هم لازم نیست و توبه کردن هم لازم نیست که به این کارش، چون که این نام رو خود گذاشتگی نیست بلکه پدر و مادر او نام رو گذاشتگی است. اما نامش یگان معنای بد نداشته باشد و یگان معنای قبیح نداشته باشد و نامش رو از روی تعریف و توصیف مردم نامگیری نکنند، در این حالت نامش رو دیگر کردن سنت نمیباشد. باید که نامش به خودش باقی گذارد. اما هر یک کس از هوای و هوس خود نام خود رو و نام زیبای خود رو مادامی که معنای بد ندارد دیگر کردن در شریعت این خیلی نیست. همون نام رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر میکرد که معنای بد دارد. مثال یک صحابی شاید دختری عبدالله بن عمر یا عمر بن الخطاب بود، نامش عاصیه بود، یعنی سرکش، یعنی اسیانکار، گناهکار به معنای همین. پیامبر گفت که نامش جمیله موند، یعنی نام تو جمیله گفت، معنای جمیله اینه تو زیبا هستی گفت. نامش رو دیگر کرد چون که معنای نام معنای بیزیب بود، معنای بد بود. این چیزی برای این برادر میگم که نام معنای نام بد باشد دیگر کردن سنت می باشد. وقتی که دیگر کی کرده در حق شما هیچ چیز لازم نیست. بسیار کاری خوب انجام داده. یعنی که اگر بعض نام‌های صرف نام‌هایی که از دوره مثلا زردشتی ها باقی مانده است و دارند بسیاری مردم ما این گونه نام ها را و نمیخواهند با آن همون نام ادامه، یعنی که نامشان رو میخواهند دیگر کنند، یک نامی که مناسب باشد، نامی که نام صحابه ها باشد مثلا، و آیا ضرورت هست برای این؟ برای مثال گوییم بعضی انسان ها نامش رستم، یکی از دشمنای اسلام نامش رستم بود و یکی از معنای بعضی در تاجیکستان ما میموند فرزندانش تیشه میمونند، تبر میمونند. این نام ها یگان یعنی مناسب نیست که فرزند مسلمان این نام ها رو داشته باشد. از همین جهت اگرچه این نام ها تیشه تبر معنای خوب یعنی معنای بد ندارد، لیکن مناسب نیست که یک فرزند مسلمان نامش تیشه تبر دیگر نام ها داشته باشد. برای این هم سنت است که این نام ها رو دیگر کنند. بعضی انسان ها نیست بعضی نام ها رو گذاشته است که من به مانند گوییم برای مثال بعضی دختر بچه‌ها نامش رو مهینه میگذارند یا که موزونه میگذارند، اما نمیدونند که معنای موزونه چیست. معنای موزونه در لغت عربی برکشیده شده است. چی معنا دارد؟ هیچ معنایی درست ندارد. یا مهین یک چیز ضعیف است، پست است، ذلیل است. این نام ها باید که دیگر کرده شود. باید که این نام ها رو پیش از نامگذاری پدر، نامگذاری وظیفه پدر است، باید که پیش از نامگذاری هر یک نامی رو که میگذارد بپرسد که این نام چی معنا دارد، طور که در آینده همون فرزندش موافق نام خود کار کنند. برای همین صحابگان نامهای صحابگان رو و نامهای پیامبران رو برای فرزنداشون میگذاشتن که تا در آینده موافق همون کلانسالاشون، موافق همون شجاعتمندان، صحابگان، پیامبران به همونها پیروی کرد، زندگی خود رو موافق دین اسلام پیش برند. یعنی اون درباره اون چیزی که ما با شما صحبت کردیم از یکی از با نام‌های عمر ابن الخطاب و اینجا از ما سوال کردند اگر آسیه باشد نام درست نیست سوال کردند، یعنی که آسیه درست نیست سوال کردند. دو تا نام است. آسیه با حرف عین می شود، یعنی مهون به زبان به حرف تاجیکی خدا ما گویم گر یک حرف داریم که یعنی با گلی تلفظ کرده میشد به مانند کلمه اعلا. اعلا نمیگویم، اعلا میگویم. همین در لغت عربی هم در
چی در حرفهای عربی هم یک حرف است به معنای عین تلفظ کرده می شود. این اوسیه که من برای شما گفتم این با حرف عین شروع می شود، اما یک تو دیگر نام است با الف شروع می شود، اوسیه. اوسیه نامگذاری درست است. یعنی طرز تلفظ آن اسیه زیادتر میگویند در به زبان عربی وقتی که میخوانند اسیه درست است خوانده می شود آن بلکه به زبان عربی میخوانند اسیه میگن، به زبان تاجیکی با اوسیه میگن، اما وای نامی که ذکر کردیم وای با حرف عین است، با حرف الف نیست، وای رو اوسیه میگویند. اما این زنی فرعون رو والله علم نامش اوسیه بود، فقط کلمه اوسیه این بوکی ندارد و این نام بهتر است، اما نام اوسیه گذاشتن درست نیست. یعنی که اسیه اگر که گفتند یعنی با الف سر می شود چون که برادر گفتند برای ما این درست است، یعنی که با عین که سر می شود اون نام درست نیست چون که معنی آن چقدر که در بالا شنیدیم معنیش درست هم نیست. خب کسی که نامگذاری میکنه دخترش رو اسیه با الف درست است، اما کسی که عاصیه با عین نامگذاری میکنه این درست نیست چون که معنی بد دارد، سرکش، اسیانکار، گناهکار همین. والله اعلم. بله تشکر زیاد برای اشتراک شما در برنامه ما و اگر در نهایت برادر گرامی قدر اگر چیزی گفتنی داشته باشید شما امکان دارید میتونید به تماشابینان ما گفته‌های خود را سخن‌های خود را رسانید. الله از شما راضی باشد. بسیار خرسند شدیم، به نهایت خرسند شدیم چون تماشابینان ما نیز خیلی زیاد معلومات خوب و ساده از زبان شما گرفتن، از دهان شما گرفتن. الله شما راضی باشد. ما در این آخری سخنرانی ما همین رو گفتنی هستیم که چقدر که ما برای شما پیشکش میکنیم این ما بسیار کوتاهی کردیم، و این کوتاهی رو برای خود حس میکنیم. و چیزی دیگر همین که از برادران و خواهران تماشابین و شنونده خواهش میکنیم که از این مجلس های علمی، از این سخنرانی که درباره احکام دین، احکام شریعت گفته میگذرد، باید این مجلس ها رو و این ساعت ها رو باید بنده مسلمان غنیمت شمارد، زیرا الله تعالی در روز قیامت از عمرش، از مالش، از خوردنش، پوشیدنش، صرف کردن از همه این چیزها پرسیده میشد. برای همین باید که ما این وقت بزرگ و نعمت بزرگ رو در راه الله صرف کنیم، در رضاگی الله صرف کنیم و هر آن چیزی که الله برای ما همچون نعمت آفریده است و عطا کرده است نعمت رو در راه الله صرف کنیم، در عبادت و طاعت الله صرف کنیم تا که رضاگی الله رو به دست آوریم و از اهل جنت کردیم. و برای همه تماشابینان و شنوندگان گرامی و شنوندگان و بینندگان این کانال برای شما یک جهان تشکر. الله مهربان همه ما و شما را در دنیا و آخرت سعادتمند گرداند و هر عملی که ما و شما انجام میدهیم به درگاه خودش قبول فرماید و چه خطاگی که از ما گذشت الله ما را ببخشد. امین امین امین. تشکر زیاد. الله شما راضی باشد و در اسکایپ در خط علاقه ما شیخ ابو عبدالله طالب علمی که از دانشکده های دولت های عرب اشتراک کردند و من بسیار تشکر خود را و از نام تماشابینان برایشان ابراز می‌دارم و ما کوشش میکنیم تماشابینان عزیز هر هفته کوشش میکنیم تا برنامه‌های خوبی تعلیمی از روی سنت برای شما آماده کنیم و تقدیم کنیم و از هر یک شما خواهش میکردم که به شبکه ما به قبل پادپیسات کنید و حتما به دیگران، به نزدیکان خود، به پیوندان خود تقسیم کنید تا که شما نیز در اجر شریک گردید و ما کوشش میکنیم تنها سخنهای الله و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای شما رسانیم و کوشش میکنیم که با اهل علم با شما صحبت داشته باشیم و کوشش میکنیم که با آن مشکلی ها، با آن سوال هایی که شما نیاز دارید و شاید که از نادانی باشد ما با بعضی خطاگی ها به راه میدهیم، برای اصلاح آن همان کار ما با اهل علم صحبت خواهیم کرد و به سوال هایی که شما برای ما پیشنهاد میکنید جواب خواهیم گفت. الله از هر یک شما راضی باشد تا واخوری های دیگر در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.